برای دسترسی به تنظیمات لایت اند دارک مود ابتدا باید بریم ستینگ و بعد در بخش دیسپلی اند برایتنس کلیک کنیم. در بخش اول اینجا شما میبینید که دو تا گزینه هستش، یکی لایت اند دارک. وقتی روی لایت کلیک میکنیم کلا تم سفید میشه و وقتی دارک کلیک میکنیم کلا تم مشکی میشه یا به حالت تاریک در میاد. حالا در گزینه دوم یک بخشی داریم که کلا تنظیمات رو به صورت هوشمندانه انجام میده، یعنی اتوماتیک. وقتی روش کلیک میکنیم یه گزینه‌ای برای ما فعال میشه که میگیم که روش کلیک میکنیم میگه که اگر آفتاب طلوع کنه خودش لایت مود فعال میشه و اگر آفتاب غروب کنه خودش دارک مود فعال میشه. این گزینه است و میگه نه من طبق ساعت میخوام، اوکیه. گزینه دوم کلیک میکنین، یکی لایت و دارک داره، ساعتاشو تنظیم میکنید و تم موبایل طبق اون عوض میشه. خب این از این گزینه. و همچنان شما میتونید از بخش بالا سمت راست صفحه رو پایین بیارید. یک گزینه اون پایین هستش حالت دایره سفید و مشکی هست که روش کلیک کنید حالت لایت فعال میشه و اگر کلیک کنید حالت دارک فعال میشه.